برادرای عزیز و گرامی، من گفتنی هستم که شخصیت شما، من این شخصیت شما وقتی که شما میخواید که شخصیتتون را سازید، این شخصیتتون حیاتتون وابستگی است. شما این نقض میفهمید. نه که این شخصیت از چی وابستگی دارد؟ از دو چی؟ فکرانه، تو از فکرتون، فکر شما و گویم عادتهای شما. چی عادتهای؟ Привычки. Мысли, привычки создают вашу судьбу. این چی افته؟ فکر، то есть فکرانه شما، мышление شما میسازد، فهمش شما میسازد، بعد аста-аста привычки شما پیدا میشد. привычки که شما دارید، анами привычки شما یا موفق میکند یا که به کمبغلی میبرد. دقت کنید. مردم کمبغل نمیفهمند که привычка حیات انسان راه بلندی میکند. نه که آدمی که فکرانه کمبغلی دارد این چیز رو نمیفهمند. انا مردم ثروتمند این چیز رو میدونند. نگاه کنید. در همین حیات انسان تمام چیزی که شما روح افتاده میکند، تمام چیزی که شما دل شکسته میکند، تمام چیزی که شما کمبغل میکند، تمام چیزی که شما از چی گم شرمنده میکند، شما بدبخت میکند، همین چیزا به نظرتون زیبا میتابد، بلیستیاش میتابد، یکی لذت میتید شما با هوسمندی میبیارد. من مثال دائما پول расход کردن، растажительство, магазин багашта, либо ранго-ранг пушидан, кайфу сафо карда ресторан окат багаштан.